بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. هذا معنى التوحيد. شیخ محمد بن عبدالوهاب گفته ایستادن که و از همه بزرگترین آن چیزی که به آن الله سبحانه و تعالی امر کرده است این چیه؟ توحید است. و مراد از توحید چیست؟ الله را در عبادت یکه پرستیدن، الله را در عبادت یکه دانستن، تنها دانستن. الله را در عبادت تنها دانستن است توحید. وقال الشارح، قال صالح بن الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، قوله رحمه الله، قول المؤلف الله رحمتش کند: اعظم ما امر الله به التوحید، از همه بزرگترین آن چیزی که به آن الله امر کرده است توحید است. صحیح؟ هذا مهم جدا، این بینهایت مهم است. ان التوحید اعظم ما امر الله به، به درستی توحید از همه بزرگترین آن چیزی است که الله سبحانه و تعالی به آن امر کرده است. كل الاوامر التي امر الله بها كلها بعد التوحید، تمام امر کرده های الله سبحانه و تعالی که الله به اونها امر کرده است همه اونها بعد توحید است. نماز بعد توحید است، روزه بعد توحید است، حج بعد و دیگر، که امرهای الله سبحانه و تعالی همه بعد توحید می باشه، یکم توحید است. الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد قوله تعالى، دلیل بچی؟ دلیل بر این که از همه بزرگترین آن چیزی که الله به آن امر کرده است توحید است، قول الله سبحانه و تعالی است. دلیل اثبات چیه؟ سخن الله سبحانه و تعالی است که فرمود در سوره نساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى آخره. الله را عبادت کنید و به او یگان چیز را شریک قرار مدهید. اینجا شیخ امروز گفتن که و النکرات فی سیاق نفی تفید العموم او سیاق نهی. نکیره ها در جمله منفی یا که منهی بیاد، نکیره در این شیئا هست، تفید العموم یعنی افاده عموم، همه چیز در نظر داره. با الله چی که نباشد باید که تو شریک قرار ندهی، چیزی که نباشد، یگان کس و یگان چیز. هذه الآية فيها 10 حقوق. در این آیت 10 حقوق است. میگه الحقوق العشره، حقوق 10 گانش میگن این آیت. فسرا چی گفتن؟ اینه حقوق 10 گانه گفتن، الحقوق العشره. در درون همین آیت 10 حق آمدگی، یکم حق الله میبیاد. ولهذا تسمى آية الحقوق العشره. برای خاطر این است این آیت چی میگن؟ آیت 10 حقوق نامیده میشه. اول هذه الحقوق حق الله سبحانه، اول این حقها حق الله سبحانه و تعالی است که فرمود: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الله را عبادت کنید و به او یگان کس و یگان چیز را شریک قرار ندهید. و بالوالدین احسانا،
و فرمود که به پدر و مادر احسان کنید. هذا هو الحق الثاني. دویم حق مباشرتا بعد حق الله سبحانه و تعالی حق پدر و مادر است. و بذی القربى و احسان کنید به خویشاوندان نزدیکان. هذا هو الحق الثالث. این که چندم حق است؟ حقی سیوم است. و هكذا یعنی که خیلی 10 تا حق الله سبحانه و تعالی در این آیت ذکر کرده است. و ذو القربى خویشاوندان هم الذين تجمعك بهم قرابة نسبیه. اونها کسانی هستند که تو را جمع می آورد. تجمعك بهم، تو را به اونها جمع می آورد، یک جایی می کند. چی جمع می آورد تو را به اونها؟ خویش و تباری نسبی. امی خویش و تباری نسبی تو را به اونها نزدیک و جمع می آورد. برای همون نزدیکان می گویم. من جهت الاب او الام، خواه از طرف پدر باشند خواه از طرف مادر. کل آباء والاجداد، همچون پدران و بابایان. والاعمام والعمات، همچون عمک ها و عمه ها. والاخوال والخالات، همچون تقاها و خاله ها. والاخوة والاخوات، و برادران و خواهران. و اولاد الاخوة والاخوات، و فرزندان برادر و خواهران یعنی جیان ها. و اولاد الاعمام والعمات، فرزندان عمک ها و عمه ها. هؤلاء هم ذو القربى، اینها همونها هستند صاحبان خویشاوند. لهم حق القرابه، اینا چی دارن؟ حق خویشی دارن. باید که بعد حقوق الله، بعد حقوق والدین، باید که سیوم حق خویشتبار باید که رعایت کرده شد. خویشتبار کی هستن؟ هر کسی که از طرف پدرت، از طرف مادرت باشد. پدری پدرت، مادری پدرت، پدری مادرت، مادری مادرت و هکذا. والیتام، اینم ذکر شد. یتیم ها، الایتام من المسلمین، از مسلمان ها یتیم ها کی هستند؟ و هم کل من مات ابوه، یتیم هر کسی رو میگون که پدرش مرده باشد. و هو صغیر، او خرد باشد. کسی که نه خرد باشد و پدرش مرده باشد در حین خردش، او یتیم میشود، نابالغ باشد یعنی. ولم یبلغ، گفتم به بلاغت رسیدگی نباشه. اما به بلاغت رسیدگی باشه و خودش اون پدرش دیگه و دیگه یتیم نمیشه. کسی که مادرش مردگی باشد یتیم میشه یا نه؟ نمیشه. بله. کسی که انا مادر و پدرش یک جای مرده باشد، البته به طریق اولا با یتیم میشه. از همه یتیم سخت همونه. بله. و صار بحاجة الى من يسد مسد ابيه، انمون انسان چنان خرد است که پدرش مرده است، محتاج است. صار بحاجة، محتاج شده است به کی؟ الى من، به کسی که یسد مسد ابیه، جای پدرش میگیره. یسد مسد ابیه معناش این که جای پدرش میگیره. یعنی این کودک محتاج یک آدمی هست که اون آدم به جای پدرش شده پدری کند در او. مثلا چی پدری میکند؟ فی رعایت هذا الطفل، در نگهبانی این کودک. نگهبانی این کودک چی؟ ادورن نیاش کنه زنده های گرد ببن، نه، تربیتا، تربیه او را به نگهبانی کند. و انفاقا، او را خوراندن، پوشانیدن، به مسکن تأمین کردن. و قیاما بمصالحه، و بجا آوردن تمامی چیزهایی که به فایده این کودک است. بیماریش، سلامتش، همش باید که به کله گیرد، به عهده گیرد. و رفع ما یضره، و دفع کردن آن چیزی را که به او ضرر میرساند. هر چی که در اون کودک ضرر میرساند باید که دفع کند اون ضرر. انا همون آدم یسد مسد ابیه میشد، به جای یک کسی، به جای پدرش میشد که
یعنی که همینا رو به عهده گرفت. لانه لیس له اب یحمیه، چون که او پدر ندارد که او را حمایه کند. خلاص و ینفق علیه، او را خوراند و پوشاند و به مسکن تأمین کند، پدر ندارد. و یدافع عنه، او را مدافعه کند، حمایه کند، طرفدارش کند. فهو بحاجة الى من یساعده، انا من کودک محتاج است به کسی که او را دست مدد دراز کند، یاردم دهد به او. لانه فقد اباه و عائلته و عائله، چون که اون کس، یعنی اون کودک، پدرش را گم کرده است، از پدر مونده است. و عائل یعنی که نگهبانش گم کرده است. عائل یعنی که راهبری عائله، عائلبانش گم کرده است. عائلبان خونه کیه؟ پدر. وله حق فی الاسلام، انا همین کودکم در اسلام از من و شما چی دارد؟ حق دارد. همین کودکم برای خاطر یتیم شدنش حق دارد. طوری که الله حق دارد. حق الله چی بود؟ وعبد الله ولا تشركوا به شیئا. الله را عبادت کنید. حق پدر و مادر چی بود؟ احسان کردن بود. حق خویش تبار چی بود؟ به اونها رفتار کردن، علاقه خویش تبار را زیست نگه داشتن. خب قطع سیلی رحم نکردن. حق یتیم چیه؟ در او پدری کردن. پدری این نه که مثلا بیا آتشی گیری، فقط پدری این نیست. گرچند که اینم یک نوعی پدری است، لیکن مثلا پدری همین است که او را خورانه، تربیهش کنه، تربیه اسلامی پوشانه، به مسکن تأمینش کنه، هرچی به فایده وای تأمینش کند، هرچی ضرر او دفع کند و هکذا. مفهوم؟ با آدم چیکار منه؟ حق. اگر یک اشتباه ما یک کس یتیم باشد ما او را پرتوی میگم، ما گناهگار میشیم. حق یتیم پایمال کردیم. ما پایمال کردگی میشیم یکی از 10 حقوق. آیت الله سبحانه و تعالی اینو چی گفتن؟ علما گفتن که الحقوق العشر، 10 حقوق. مخصوص علما مخصوص کتاب نویسیدن درباره 10. شیخ حسین اگر خطا نکنم الله رحمتش کنه نویسیدن. المهم ان الله بدأها بحقه سبحانه. خلاصه مهم امین است که الله سبحانه و تعالی این آیت با کدام حق شروع کرده؟ به حق الله. اکنون شما تصور کنید که کسی که حق الله را پایمال کند، زیری پا کند، اکو میگوید که وای به پدر و مادر نیکی کردن میتوند؟ نه، نمیتوند. حق الله سبحانه و تعالی را پایمال کردگی آدم شما گمان میکنید که حق خیش تبارش بجا آوردن میتونه یا که حق یتیم بجا آوردن میتونه؟ کمونیستان ما یتیم پروریم میگفتن، گویا که این حق بجا میآورد، یتیما را نگهبان میکنیم. سوال به میان میاد عقیده و ایده اونها چی بود؟ بی خدایی الله نیست میگفتن، نعوذ بالله. یعنی سرچشمی پیدایش اونها پایمال کردن حقوق الله بوده است. حق الله رو پایمال کردن. اکنون شما گمان میکنید که حق الله رو پایمال کردن و یا دیگه حقوق بجا آوردن میتونن؟ نه. برای همون در طول 70 سال تمام دولت و کشورها را بانکروت کردن، همه کفنگدار شد. تمام دولت و دولتدار و خلق کفنگدار شد. چون که حقوق الله رو پایمال کرده. گفتن که ما حقوق پدر و مادر به جا میبیاریم، ما حقوق خیشتباره، حقوق مثلا یتیما رو به جا میاریم. گفتن شعارا، یعنی که برنامه ها داشتن، دعوت ها داشتن، لیکن در دعوتشون چی نبود؟ مهمترین ضرورترین حقوق که حقوق الله بود نبود، برعکس ضد بود. المهم الله سبحانه و تعالی آغاز کرده، سر کرده این آیت با کدام حقوق؟ بحقه سبحانه، بحق خودش. قوله گفت که ولا تشركوا به شیئا، با او یگان چیز و یگان کس شریک قرار مده. لم يقتصر على قوله واعبدوا الله. الله کفایت نکرد به قول خود که واعبدوا الله گفته بس کند. فهمیدید؟ نه، الله را عبادت کنید به همین قضیه بس نکرد. و چی گفت؟ ضد عبادت هم گفت. عبادت ویرون میکردگی گفت ولا تشركوا به شیئا.
با در عبادت به او یگان کس و یگان چیزی شریک قرار ندید. دیدید؟ یعنی برای اون فهموندی است که طوری که ضرور است عبادت دانستن و دونستنی شرک هم واجبه. اگر شرک ندونی از کجا میدونی که مثلا این شرکه؟ از کجا میدونی که این شرک داخل شده عبادت تو را ویران میکنه، اسلام تو ویران میکنه؟ فهمیدید؟ بنابراین الله سبحانه و تعالی واعبدوا الله گفت در دوام چی گفت؟ ولا تشركوا به شیئا، با او یگان کس یگان چیز شریک قرار ندید. لان العباده لا تصح مع الشرك ولا تنفع، چون که عبادت درست نمیشد با شرک. انسان عبادت هم کند قبر پرستی کند، شرک. انسان عبادت کند یا غوث الاعظم گوید، الله را عبادت کند انسان و یا گیلانی من یاردم تیگو، یا پیر من یاردم تیگو، یا ارواح من مدد کن گو، نعوذ بالله. این عبادت هم کرده ایستاده است و در برابر عبادت چیکار کرده ایستاده است؟ شرک ورسده. شیخ میگوید که لا تصح مع شرک، این عبادت درست نیست. ولا تنفع، و سود فایده هم نمی بخشد. از چنین نوع عبادت و سرش دست سنگ ها زده خونشار هم کند که وای فایده نمی گیرد. الله سبحانه و تعالی به دعای او لبیک نمی بود، جواب نمی ده. ولا تسمى عباده، عبادت هم نامیده نمیشه این خیلی عبادت، الا اذا كانت خالصه لله عز وجل. کدوم وقت با عبادت میشه عبادت؟ انا همون وقتی که خالص برای الله عز و جل باشد، یعنی از تمام انواع شرک آلوده نباشد، تازه باشد. ان كان معها شرك فانها لا تكون عباده، اگر با همراه عبادت شرک باشد فانها لا تكون عباده، به درستی چنین عبادت را عبادت نمیگوید. مهما اتعب الانسان نفسه، صحیح؟ مهما اتعب الانسان نفسه، یعنی چقدری که انسان خودش عذاب هم دهد. اتعب عذاب دادن میشه. انسان چقدر که مثلا خودش عذاب دهد که در این عذاباش در این عبادتش اگر شریک باشد، اگر یگون نوع عبادت حساب نمی‌یابد، یگون مثلا این عبادت درست هم نیست. فيها در این آیت الله سبحانه و تعالی قرن الامر بالعباده بالنهي عن الشرك، نزدیک ذکر کرد امر به عبادت را با چی نزدیک کرد؟ به نهی از شرک. یعنی نزدیک ذکر کرد الله سبحانه و تعالی. چرا؟ امر به عبادت را با نهی از شرک. در یک جمله هم گفت که الله را عبادت کنید و در دوامش گفت که فوراً چی گفت؟ ولا تشركوا به شیئا. برای چی؟ چونکی معناش چونکی بشه. لا تصح العبادة مع وجود الشرك ابدا، درست نمیشد، درست نمی باشد عبادت با همراهی بودن شرک ابدا، هرگز. مفهوم؟ خب مثلا اون شرک در عبادت باشد طوری که شیخ در درس گفتن، خود در اعتقاد باشد. مفهوم؟ خود در اعتقاد باشه، خود در عبادت باشه، خود در عمل باشه. هذا دلیل على قول الشيخ، این است دلیل به قول شیخ گفت که اعظم ما امر الله به التوحید، از همه بزرگترین آن چیزی که الله امر کرده این توحید است. حيث ان الله بدأ في آیات كثيرة منها هذه الآیه، آنجا که به درستی الله سبحانه و تعالی در بسیار از آیات ها ذکر کرده این بزرگترین امر. بسیار آیاتان این امر الله سبحانه و تعالی چیکار کرده؟ ذکر کرده است. و میگه که منها هذه الآیه، از جمله بسیار آیاتایی که الله تعالی درباره یعنی امر به توحید و نهی از شرک کرده است، منها از همون جمله اونها هذه الآیه، همین آیت است که ما حاضر خوانده استادیم. و منها قوله تعالی، بود دیگه آیت شیخ ذکر میکنه
و از جمله همون آیات هایی که گفتیم که بسیار آیاتان الله تعالی امر به عبادت میکنه و نهی از شرک میکند. مثلا قول الله سبحانه و تعالی است که در سوره اسراء میفرماید و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه، و امر کرد، حکم کرد پروردگار تو که عبادت نکنید الا ایاه، مگر خودش را، یعنی غیر از وی دیگه یگان کس و یگان چیز عبادت نکنید. گفت الله تعالی فبدأ سبحانه بالتوحید، الله سبحانه و تعالی در این آیت نیز آغاز کرد به توحید. و هذا يدل على انه اعظم ما امر الله به، این دلیل می شود که توحید از همه بزرگترین آن چیزی بوده است که الله سبحانه و تعالی به آن امر کرده است. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، بگو بیایید من به شما تلاوت کنم آنچه را که پروردگارتون بالای شما حرام کرده است. الا تشرکوا به شیئا، با او یگان کس و یگان چیز شریک قرار ندهید که این حرامه. و بالوالدین احسانا، با پدر و مادر احسان کنید که نافرمانی پدر و مادر حرام است. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، از گرسنگی و قشاقی فرزندان خود را نکشید، زیرا کشتن اونها چه حرامه. برای من میگوید که الله تعالی در اول آیت که تعالوا بیاید اتلو، من تلاوت میکنم به شما آنچه را که پروردگارتون بالایتون چیکار کرده است؟ حرام کرده است. یکی از اون چیزی که پروردگارتون بالاتون حرام کرده به او شریک قرار دادن، یعنی به پدر و مادر احسان نکردن و فرزندان از گرسنگی قشاقی کشتن است. هذا دلیل علی ما یأتی ان اعظم ما نهى الله عنه الشرك، این دلیل شده است به آنی که حالی می بیاید در درس‌های آینده می آید که از همه بزرگترین با آن چیزی که الله منع کرده از اون چه بود؟ شرک. یعنی از همه بزرگترین آن چیزی که الله به اون امر کرده است توحید است، و از همه بزرگترین آن چیزی که از اون منع کرده چه؟ شرک. فاذا كان اعظم ما امر الله به التوحید، پس وقتی که از همه بزرگترین آن چیزی که الله امر کرده است توحید باشد، فانه يجب ان يبدا الانسان بتعلم العقیده قبل كل شيء، پس واجب بود است که سر کند انسان آموختن عقیده را قبل از همه چیز. فهمیدید؟ وقتی که این یکم باید که انسان توحید آموزد، این همه بزرگترین یکم وظیفه توحید آموزی باشد، باید که انسان چی باید کرد؟ از همه پیش باید که عقیده را آموزد. العقیده هی الاساس، عقیده این اساس است. فیجب ان یبدأ بها بالتعلم و تعلیم، واجبه که به او سر کردن، آغاز کردن به آموختن و آموزاندن. به خودت درس میگیری و به دیگران درس میدی. و ان یداوم علی تدریسها، باید که دوام داده شود به درس او، یعنی که عقیده نباید که قطع گردد. تمام فنهایی که تو میخوانی باید که در برابر اونها توحید باشه. این توحید تمام میکنید دیگرش میخونید، یک کتاب رو من دادم توحید همش یک است، یعنی که از توحید باید که تو کنده نباشی. برای گوشه که ان یداوم علی تدریسها، درس دادن او را دوام داده شود، و بیانها، و بیان کردن او للناس، برای مردم. لانها هی اعظم ما امر الله به، چرا؟ چون که عقیده از همه بزرگترین آن چیزی که به آن الله سبحانه و تعالی امر کرده است. فلیس من المناسب ان تجعلها آخر الاشیاء، این مناسب و درست و طوری نمیگیرد که تو را آخری چیزها قرار دهی. اسونه عقیده می آموزم، بعد سونه توحید می اول گراماتیک خونم، این خونم وای خونم. نه، عقیده از قبل کل شیء. او لا یعبه بها، یا که به او مثلا ارزش داده نشود، لا یعبه بها گفته یعنی که به او نباید که تو او را چی گویی؟ عقیده چیزی های آموزش. خیلی شیخ میگه بسیار آدم ها میگه که ما عقیده داریم، خود ما الله رو میشناسیم بس. نه، نباید که تو این علم تحقیر کنی.
لأن الآن هناك دعاة يزهدون في تعليم التوحيد والعقيدة. زیرا که در اونجا با داعیانی هستند که در تعلیم دادن علم توحید و عقیده پرهیز میکنند و دیگران را پرهیز میکنند. فهمیدید؟ آدم‌ها رو چیکار میکنن؟ توحید هم درس نمیدن. هناك اناس ابتلوا بهذا، اونجا انسان‌هایی هستند که به این بلا مبتلا شدگان، گرفتار شدگان. ولأن الإخلال بها إخلال بالدين كله فيجب العناية بها. زیرا آن که اخلال بها یعنی کمبودی به توحید، این کمبودی در دین است. در عقیده کمبودی کردی، نقصان کردی، دون که در دین چیکار کردی؟ نقصان و خلل رسوندی. با شیخ گفت که بدین کله، تمام دین تو ویران کردی. فیجب العنایة بها، بنابراین واجب است اهمیت دادن به عقیده. یجب العنایة، عنایت چیه؟ اهمیت دادن بها به آن. و ما هو التوحید؟ توحید چیست؟ توحید چیست؟ هل هو أن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت كما يقول التبلیغیون؟ توحید چیست؟ آیا وی اعتراف کردن است؟ یعنی که اعتراف میکنی که الله او آفرنده و روزی دهنده و زنده کناننده و میراننده است، همین است؟ طوری که دائم در زبانشون میگیرن تبلیغی ها. لا، نه، توحید این نیست. توحیدی که الله سبحانه و تعالی ما رو فرموده است این نیست. اگرچند که اینم یک نوع توحید است. این کدام توحید است؟ الله هو الرازق. این کدام توحید است؟ ربوبیت است. اما لا اله الا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به، این مثلا کدام توحید در نظر دارد؟ این توحید الوهیت، الوهیت در نظر دارد. التوحید هو افراد الله بالعباده. توحید این الله را در عبادت یک پرستیدن است. لأن الله قال، چون که الله فرمود که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن ها و انسان ها را تنها به خاطر عبادت خویش آفریدم. و ما معنی وقال اهل التفسیر گفتن که یعبدون ای یوحدون، یعنی که مرا توحید ما پاس دارم. ففسروا التوحید بالعبادت، بس توحید به عبادت چی کردن؟ تفسیر کردن. یعنی توحید چی است؟ عبادت است. عبادت چی است؟ این توحید است. اذن این هنگام اکنون میگویم فالتوحید هو افراد الله بالعباده. مراد از توحید چی بود است؟ الله را در عبادت یک دانستن است. وليس هو الاقرار بان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. مراد از توحید این نیست که اعتراف کردن که الله او آفرنده و روزی دهنده و زنده کناننده و میراننده و تدبیر کننده است. لأن هذا موجود في الفطر، این در طبیعت موجوده، در فطرت انسان های. اینو مشرکای قریش هم میگفتن، کافرای دور پیغمبر صلی الله علیه و آله میگفتن. موجود فی عقول العقلاء، در عقل آدمای عقل های این توحید. لا يوجد عاقل في الدنيا يعتقد أن أحدا خلق السماوات والأرض غير الله. در دنیا عاقل یافت نمیشد که اعتقاد داشته باشد که کسی از مخلوقات آسمان ها و زمین را غیر از الله آفریده است. یگان کس تا امروز چقدر یعنی که همبی و هنگی و بنگی و جندی و دیوانه که دعوای خدا میکردگی گذشتگی، ولی یگان تاش نگفته که همین زمین و آسمان و فلانی آفریدگی گفته، غیر الله را نگفته است. چون که در توحیدش هست، در ضمیرش، در فطرتش هست. به شرط عقل تجربه بشه. درست است. لا يوجد احد في العالم كله، در عالم، در تمام عالم یافت نمیشد کسی و ما فيه، و آن چیزی که با در درون عالم است، من الكفار والملاحده، خواه کافر و خواه ملحد باشد، اعتقاد داشته باشد که احد من البشر خلق بشرا، یکی از انسان ها یک انسان دیگر راست کرده. بخوندن در دور بانکی همه آدم راست کردیم. نگفته یکم کس
ولئن سألتهم من خلقهم، اگر اونها را پرسی که اونها را کی آفریده، لا یقولن الله، میگن که الله. انا الله را خالق گفته ایستادیم در اینجا، آفرنده گفتیم. این کدام توحید است؟ توحید ربوبیت است. ولئن سألتهم من خلقهم، اگر اونها پرسید کی آفریده شو، میگن که الله، گفتن که الله آفریده. این توحید ربوبیت است. لیکن به اونها فایده کرد یا نه؟ فایده نکرد. فایده نیست. این خواهی نخواهید از ضمیرت هست. ولا يوجد عاقل في العالم يعتقد أن بشرا يخلق بشرا إنسانا يمشي على الأرض. در عالم عاقل یافت نمیشد که اعتقاد داشته باشد که یک انسان، یک بشر را همچون انسان آفریده است که در روی زمین راه رفته ایستاده است. بعد در راه نشون میده و کوچند ببینه اون مردی که دراز قامت زیبا رو دیده، ها دیده ماست. ببین من راست کردم دودم قطعی. یا که همسو عمه کم راست کرده. نه نیست خیلی عاقل. و یتکلم و یأکل و یشرب، همون راست کردگی آدمش چیکار کند؟ گپ زند و خورد و نوشد. هل یوجد عاقل یعتقد هذا؟ آیا یگون عاقل یافت میشد که این اعتقاد را داشته باشد؟ نه. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ای ام وجدوا من غیر موجد لهم. معناش یعنی که آیا اونها را آفریده شده است من غیر شیء، از هیچ چیز، یعنی هم خود از خود پیدا شدن، خود از خود پیدا شدن آدم ها مخلوقات؟ نه، خود از خود پیدا، اینا موجود دارن، خالق دارن. ام هم الخالقون، یا خودشون خالق هستن. ای خلقوا انفسهم، یا خودشون راست کردن. الله سبحانه و تعالی سوال داشت. ام خلقوا السماوات والارض، یا که آسمان ها و زمین آفریدن. الله سبحانه و تعالی خودش میگه بل، نه، نه خودشون به آفرنده پیدا شدن و نه خودشون آفرنده ام و نه خودشون زمین و آسمان را آفریدن. میده ترین مورچه را آفریدن نمیتونن. بل لا یوقنون، ای لا یعلمونه یقینا، بلکه یقینا نمیدونه اینا او را. بل بشک، دانند هم الله را شک میآورند. های نیست. توحید الربوبیه موجود فی الفطر والعقول. توحید ربوبیت خواهی نخواهی هست در فطرت و در عقل. برای ما این یک احمقی است که وقتی که تو دعوت میکنی میگویی چی؟ فقط دعوتت لا اله الا الله، معناش الله آفرنده است، زنده کناننده، تدوین. نه، یک بیعقله. این میدونه وایشون و خودشون میدونه الله روزی دهنده، آفرنده. این اگر عقل و فراستش باشه و میدونه. لکنه لا یکفی بدون توحید العباده. لیکن این توحید گرچند در وجودی همه موجودات مخلوقات باشد هم که به توحید عبادت کفایت نمیکنه. و مراد از توحید عبادت چیه؟ و هو افراد الله بالعباده، الله را در عبادت تنها دانستن است. دیدید الله سبحانه و تعالی در اونجا فرمود گفت که ولئن سألتهم من خلقهم لا یقولون الله. اگر اونها را پرسی که کی اونها را آفریده، میگن که الله. خودشون میگن، مشرکان میگفتن، کافران میگفتن الله باشد. چند تا آفرنده ای که شما را آفریدن؟ میگفتن یک تا الله میگفتن. انا کنه. و برای چی وقتی که جناب پیامبر صلی الله علیه و به عمکش ابو طالب پیشنهاد کرد، گفت که قل لا اله الا الله، گفت که هیچ الهی بر حق نیست مگر الله، در این وقت نگفت؟ چی نگفت؟ همش میگفتن که الله است آفریننده. معلوم میشه که این اونه که وای خودشون میگفتن وای توحید ربوبیت بود.
اینه که جناب پیامبر اصلا پیشنهاد کرد به ابو طالب، نه او جاهلا و مثلا کافر دو نفره که در پیشش نشسته بودن و یا گفتن نگو اینا. برای چی؟ و یا میدونستن این معنای لا اله الا الله چی است. تبلیغیان دیده اون مشرکان نقض میدونستن، گفتن که ابو طالب تو بر غیر ملت ابو طالب میمونی، عبدالمطلب میمونی. فهمیدید؟ یعنی اگر میگفت و تمام معبودات چیکار میکرد؟ انکار میکرد الله را در عبادت یک میگفت. برای ما جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که قل کلمتا، این کلمه رو گو، قل لا اله الا الله کلمتا، یک کلمه است که احاج بك بها عند الله، احاج بها لك عند الله، من اینه به فایده تو در پیش الله حجت میدونم که اما کم گفت همینه گفته طرف دارد میکنم، ولی نگفت کافر مرد. به توحید، با کدوم توحید مرد؟ به توحید ربوبیت فایده کرد یا نه؟ کافر مرد. ولهذا قال الشيخ برای خاطر همین است که شیخ گفت که التوحید هو افراد الله بالعباده. مراد از توحید کدام توحید است؟ این الله را در عبادت یک دانستن. وليس هو افراد الله بالخلق، نه اینکه الله را در آفریدن یک دانستن و در روزی دادن یک دانستن و در زنده گردانیدن و در میرانیدن یک دانستن. لان هذا شیء معروف، این یک چیزی معلومه، این همه میدونن. ولا يكفي توحيد الربوبية في تعريف التوحيد، در تعریف توحید، توحید ربوبیت کفایت نمی کند. باید که در برابر توحید ربوبیت تو دانید تعریف چرا توحید الوهیت هم باید دانید. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه وسلم تسلیما مزیدا.